همه چیز از یک سیاره به نام نیبیرو شروع شد. سیاره‌ای مرموز که هر 3600 سال به زمین نزدیک میشه. موجودات بلندقد و هوشمندی به نام آنوناکی از اونجا برای استخراج طلا به زمین اومدن. اونها در خلیج فارس فرود اومدن و 8 شهر ساختن. چون کار استخراج سخت بود، انکی خدای علم موجودات زمینی را تغییر ژنتیک داد و اولین انسان‌های هوشمند را ساخت تا برای آنوناکی ها کار کنند. بعداً آنو و انلیل خدایان دیگر نیبیرو هم وارد ماجرا شدند و عملیات رو به آفریقا منتقل کردند. بعد از جمع‌آوری طلا با سفینه ها به سیاره‌شون برگشتند. سومریان در لوحاشون لیستی از پادشاهانی دارند که بعضی هاشون هزاران سال حکومت کردند، مثل آلولیم که 28800 سال پادشاه زمین بود. آنوناکی ها ابزارهای عجیبی داشتند. کیفی اسرارآمیز که شاید بانک ژنتیک بود، دستبندهایی مثل ساعت مچی و سنبل میوه کاج که به غده پینئال و آگاهی درون مربوطه. در زبان سومری آنوناکی یعنی کسانی که از آسمان به زمین آمدند. خیلی ها معتقدند اونها نه خدای واقعی بلکه موجوداتی فضایی با تکنولوژی بالا بودند که انسانهای اولیه قدرت و دانششون رو درک نمی کردند و فکر می کردند که اونها خدا هستند.